نظر از ما تریدرها همیشه صبرشون بیشتر از چیز از سرمایه. دوستان جنگ شروع چه دلیل؟ دوستان خوش اومدین به کانال خودتون و یک ویدیوی دیگه. همونجوری که میدونید انتخابات آمریکا و انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور یک سری قوقا مخصوصا در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به پا کرده و خیلی از شما ناگفتن همون البته خیلی از شما فرق بین سرمایه گذار و تریدر هنوز به درستی نفهمیدید. به خاطر از این ما امروز در کنار خود مجتبی جان کپیتال سرمایه گذار ما و آقا امین تریدر ما در کنار هم جمع کردیم تا نظرات اینا رو بشنویم ببینیم اینا نظرشون در این بابت چیه. بله. شروع میکنیم از مجتبی جان. چیز گفتنی داری قبل که شروع کنیم؟ امین جان خودت میخوای؟ فرمایش کن. من اول سلام گرم خدمت امین جان، مکس جان و یک جوان دیگری پشت سر کامرا تقدیم میکنم. بعدش بینندگان عزیز خدا کند که صحت سلامت باشید در هر جای دنیا که هستید. چند وقتی بود ما و مکس راجبی پادکست صحبت میکردیم که الان انتخابات آمریکا شدن، بازار ارزهای دیجیتال یک مقدار داغ شدن، سوالات زیادی در مورد ترید، سرمایه گذاری، فرق ترید و سرمایه گذاری وجود دارد و افرادی بیشتر در حال حاضر یا بیشتر از هر وقت دیگه علاقمند ترید و سرمایه گذاری است. ما گفتیم چگونه بتوانیم در یک پادکست تمامی معلومات و راهنمایی‌ها برای کسانی که نیاز به کمک و راهنمایی داره بدیم. دیگه چیزی بهتر از این نبود که امین جان یک تریدر و من شخصا یک سرمایه گذار مکس خاصی نداره مکس آچار فرانسه همه چی است. دیگه گفتیم در قالب یک گفتگو یک پادکست در موردی صحبت کنیم. دیگه بریم ببینیم که مکس خودش بعضی سوالا برای ما و امین جان تهیه کرده. من کنجکاو هستم بدانم که سوالات چی هست. داره همین داشت چیزی برای گفتن داری؟ من امین هستم. چندین سال توی بازار ارزهای دیجیتال سهام فارکس فعالیت دارم. بعد خیلی خوشحالم که در این حضور دارم با مجتبی جان و مکس و اینا. بعد سلام خود خواهم به تمام هموطنان هر گوشه دنیا هستن و میرسن. پس تویی که سرمایه گذاری، تویی که تریدری و یکی علاقه یک از دوتا رو داری میخوای سرمایه گذار شدی میخوای تریدر شدی. او عزیزی که ویدیو رو میبینه آره پس این ویدیو مخصوص برای شماه. یعنی علاقمند تریدر شدن هستی، علاقمند سرمایه گذار هستی، علاقمند ارزهای دیجیتال هستی، علاقمند پیشرفت مالی هستی، این پادکست تحت این عنوان از دست نده. اول یک لیوان چای با یک تا شکلات بیار که ادامه پادکست برات خسته کن نشه، چون خنده داخل پادکست زیاد خواهد بود. جایی که مکس باشه همیشه خنده است. پس همه پول دوستا وایسین دیگه. آره. میریم سوال اول. فرق بین تریدر و سرمایه‌گذار در چیست؟ کدومشون دوستان اول جواب بدیم؟ مشتاق جان شروع. فرق بین تریدر و سرمایه‌گذار، خب فرق زیاد است. ولی فرق سادهش این است که تریدر معاملاتش کوتاه مدته، در طول یک ساعت، یک روز، فوقش یک هفته انجام داده میشه. کار جمع میکنه، وارد یک معامله میشه، با بعضی ابزارها یک دارایی بر اساس گذشته آیندهش پیش بینی میکنه. چی در گذشته اتفاق افتاده بر اساس او آینده پیش بینی میکنه. وارد یک معامله میشه، معامله را در کوتاه‌ترین وقت ممکن بسته میکنه. اما یک سرمایه گذار برعکس تریدر برای یک ماه، 6 ماه، یک سال سرمایه گذاری میکنه. باید صبر عیب داشته باشه دیگه. 100% دیگه. ساده ترین فرق تریدر و سرمایه گذار همین است که تریدر بر اساس یا معاملاتش کوتاه مدته، یک سرمایه گذار معاملاتش بلند مدته. تریدر بر اساس چارت و نمیدونم چنین ابزارهای تحلیل خود انجام میده، اما یک سرمایه گذار میره به صورت بنیادی او دارایی که پول خود روش سرمایه گذاری کرده بررسی میکنه. بله دقیقا همین که مجتبی جان گفت کاملا درسته. که مثلا تریدر یا بر اساس چارت تمام چیز بررسی مونه، بعد دوباره استرس و
کارش کلا خیلی سریع اتفاق میفته و دوباره هیجانی تره. بعد بیشتر از روی تحلیل تکنیکال کار انجام میده، مثلا کاملا تکنیکال دیگه. کاملا تکنیکال. آره. این با فاندامنتال کاری نداره. با فاندامنتال کار نداره. مثلا یکی من فکر می‌کنم یک تریدر میتونه از فاندامنتال هم کمک بگیره. دقیقاً از اقتصاد هم میتونه کمک بگیره، اما اکثریت تریدرها فقط با تکنیکال معامله خود انجام میدن. تکنیکاله ای که مثلا بر اساس داده‌های گذاشته توی چارت. اما یک سرمایه‌گذار به تکنیکال اهمیت نمیده. ولی خب سرمایه‌گذاریه که باید 100 سال منتظر بشینه ببینه که آیا او اتفاق میفته یا نه. فهمیدی؟ یعنی الان سرمایه‌گذاری کنه برای بچه خود نسل خود ببینه اتفاق میفته یا نه. سرمایه‌گذاری مثل میمونه که تو یک درخت میکاری نسل‌های بعدی زیر سایش بشینن، ولی مهمه که نفر اول درخت بکاره بعد نسل بعدش زیر سایه درخت میشینه. ولی بحث ما ادامه داره. ولی خب معامله‌گر بیشتر ریسک پذیره، یک جوری که شجاع‌تر نسبت به سرمایه گذار. فهمید؟ سرمایه گذار باید بشینه زیر پایش مثلا چمن سبز کنه، ولی معامله‌گر همه الان میگه که سبز شد نشد، اوکی ما رو میپریم در چیز دیگه. فهمید چه میگه؟ این جالب جواش مجالب. بریم سوال بعدی. بله. آیا یک سرمایه گذار فقط میتونه سرمایه گذار باشه یا میتونه در کنارش تریدر هم باشه یا برعکس، یا اینکه نه فقط روی یک کار تمرکز کنه؟ چرا هر دو تاش میتونه باشه. کسانی هست که هم ترید میکنه هم سرمایه گذاری. خودت هم کارو می‌کنی؟ نه من رفتم تا حدی سمت ترید، ولی تمرکز اصلی من روی سرمایه گذاری است. یک شخص راحت میتونم تریدر باشم، سرمایه‌گذار، بستگی به سبک زندگیش داره، دغدغه زندگی فکریش. من خودم فعلا فقط با سرمایه‌گذاری ما برعکس، ما هم سرمایه‌گذاریم، هم که تریدر، هم سرمایه‌گذاری برای طولانی مدت، مثلا کوتاه مدت، میانه مدت انجام میدیم. بعد دوباره هم که تریدر، ولی خود ترید بیشتر انجام میدیم به خاطر که احساس منم و دانش به اندازه کافی دارم که در بازار چطور نگاه کنیم از طریق چارت، یا که روانشناسی بازار به اندازه کافی یعنی قوی است که بفهمم چه رفتاری ما از خود توی موقعیت مختلف انجام بدیم. اوکی، جواب خیلی عالی دادین. میریم سوال بعدی. نظرتون در رابطه با رشد بیت کوین چیه؟ از لحاظ فاندامنتال و یک سرمایه گذار و از لحاظ تکنیکال یک تریدر. خب اینجا ما میذاریم اول همینجا جواب بفرمایید. تشکر. بیت کوین دیگه توی در کل نوسانات بیت کوین خیلی زیاده. بعد دوباره که ولی از هر نظری که بخوای آنالیز کنیم، کوتاه مدت، طولانی مدت، مثلا توی تایم فریم مختلف آنالیز کنیم، توی تمام تایم فریم ها من امروز آنالیز کردم، یعنی که 74 آخرین مقاومتشه، یعنی که 74 الان گذشته، یعنی از مقاومت اصلی یا که بلاک اصلی که بود گذشته. و اینجوری که طبق تحلیل تکنیکال بخواید نگاه کنی، هدف بعدش $100,000 که الان تقریبا 77 فکر کنم 76-77، یعنی که به زودترین وقت امکان داره که $100,000 برسه. ولی خب خدا کنه بازم از آقا مشتاق درباره فاندامنتالش میپرسی، به خاطر که حالا فاندامنتالا میگن که مثلا قوی هن و این که تاثیر زیاد توی بازار داره. نظر شما چیه؟ من دقیق متوجه سوالت نشدم. از چی نگاه؟ مثلا الان که بیت کوین رشد کرده، تا کجا خواهد رشد کرد؟ تا کجا خواهد رشد کرد؟ در چه مدت زمانی؟ در مدت زمانی حالا ما میگیم تا تابستونه، تا 1 سال. همین بازار سعودی ریزش خواهد کرد یا نکرد؟ که همین گفت ریزش دیگه نمونه، 74 رد کرده. نه اینجوری که نه که ریزش همیشه بازار یک مقاومت رد کرده. آره مقاومت اصلی توی 74 رد که در 100 مورد تارگت 100 مال خودت چی؟ سرمایه‌گذار فاندامنتالی. خب ببین، من مثلا امین جان بیت کوین میره روی چارت میبینه. من مثلا رویدادهای سیاسی رو میبینم، اقتصادی رو میبینم. مثلا ترامپ
من اقتصاد آمریکا میگم، انتخابات آمریکا رو زیر نظر داشتم یا آفرین. خبرش دنبال میکردم. چرا؟ چون تاثیر داشت و تاثیر هم داشت. مثلا رویدادهای اقتصادی رو دنبال میکنم، مثل سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا، دیگه بانک‌های مرکزی، اینا تصمیماتش روی بیت کوین و دیگه دارایی‌ها مثل طلا، سهام تاثیر داره. من پیش بینی قیمت من بر اساس رویدادها میدم. مثلا رئیس جمهور شدن ترامپ چه تاثیراتی روی بازارهای مالی داره، تا چه حدی تاثیر داره. مسئله جنگ روسیه و اوکراین چه میشه، جنگ اسرائیل و فلسطین چه میشه، اینا روی بازارهای مالی تاثیر داره. در اون جایی که فعلا در اون چرخ یا در اون جایگاهی که فعلا در اون جایگاهی از چرخه اقتصاد که فعلا ما قرار داریم، من فکر می‌کنم تا تابستان سال آینده بین 100 تا 130 برای بیت کوین امکان پذیر است. یعنی امکان داره بازم بالاتر بره، امکان داره 95 سقف بیت کوین باشد، ولی 100 تا 130 یک قیمت واقعی بینانه. من میتونم مثلا بعض دلایلش بگیم که مؤسسات خیلی بزرگ الان، البته ما خودم وقتی بیت کوین و اتریوم اینا ترید می‌کنم بیشتر خیلی کم فاندامنتال نگاه می‌کنم، ولی فاندامنتال نگاه می‌کنم مثلا که دلیل از اینکه امروز ریزش کرد یا که مثلا دلیل از اینکه خیلی هایپ شد چی بود. مثلا دلیل اصلیش چه امروز که من نگاه کردم این بود که الان مؤسسات خیلی بزرگه یا که بانک‌های خیلی بزرگ مثل بلک راک و مایکرو استراتژی و تسلا و پیپل اینا بیشتر سراغ بیت کوین یا از چی رو آوردن، بیشتر سعی که مثلا بر علیه تورم، یعنی که یک ضد تورم در واقع، فهمیدی؟ اینجوری که شما میگین الان همه ما رو بیت کوین میخوره، بعد ضرر کردن تا جان از یعنی که ضد چیزه، یعنی که ضد تورم اینا، که یک هج کلا در هدف سرمایه گذاران مؤسسات ترید، کسانی که با پول زیاد معامله میکنن، یکی از هدفهای اصلی اونا از سرمایه گذاری حفاظت کردن ارزش پولشان در مقابل تورم است. طلا مثلا تا حدی در مقابل تورم خوب عمل میکنه، سرمایه گذاری روی خانه برای حفظ کردن ارزش پول خوبه. و الان بیت کوین کم کم مردم به عنوان طلای دیجیتال میشناسن و بازدهی بیت کوین، یعنی فایده یا سود بیت کوین در چند سال گذشته از دارایی‌های بزرگ دیگه بهتر بوده، بهتر از سهام بوده، بهتر از طلا بوده، بهتر از خانه بوده، بهتر از و سرمایه‌گذاری دیگه. نظرتون در رابطه از اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده در کلی، نه فقط در رابطه ارز دیجیتال، ولی خب تا جای ارز دیجیتال چیه؟ به نظر شما تاثیر خاص گذاشته روی ارز دیجیتال؟ حالا که می‌بینیم یک تاثیر کوچیک گذاشته، ولی در کل و اینکه روی اقتصاد کلان. به نظر از ما ترامپ تاثیر زیاد توی بازار ارز دیجیتال داره، به خاطر که پرو کریپتو، یعنی که طرفدار بازار ارز دیجیتال. یکی که ترامپ بیشتر خودش بیزنسمنه تا یک پولیتیکر، یعنی که سیاست مدار. بعد قطعا سعی که همیشه از بازار مالی چیز اینا طرفداری کنه. دیگه دلیل دیگه ای که میتونه ترامپ یا که دولت ترامپ روی بازار ارز دیجیتال بیساره ایه که بزرگترین یا ثروتمندترین مرد دنیا وقتی که 560 میلیون دلار در کمپانی ترامپ کمک میشه، خب 100% او هم ایلان ماسک که 100% او هم بالاخره نفع شخصی خودش داره، درسته؟ ولی کلی تاثیر زیادی داره. نظر خاصی داریم؟ که امین جان به یک نکته خیلی خوب اشاره کرد. ترامپ نه تنها اینکه یک سیاستمدار است، بلکه یک بیزنسمن هم هست، یک کارآفرین حتی هست. الان فکر می‌کنم بالای 7 میلیارد دلار ثروت داره و ثروتش کاملا توسط بیزنس خود به دست آورده. حالا من خیلی زیاد شخصا طرفدار سیاست نیستم، خیلی زیاد دنبال کننده سیاست هم نیستم، اما در این 2-3 سال گذشته که من خبرهای سیاسی رو دنبال کردم، به خصوص از زمانی کمپین انتخاباتی آمریکا شروع شد، حداقل وعده هایی که ترامپ برای مردم داده، به نظر من در کل ترامپ به نفع دنیاست. یک کسی است که دنبال جنگ نیست، صلح بیشتر از جنگ میخواه، و یک کسی است که ترامپ یک کاپیتالیسته.
مثلا ما در اروپا زندگی میکنیم، اکثریت کشورهای اروپایی سوسیالیسمه، یعنی سعی میکنن تمام مردم هم سطح باشه. ولی در آمریکا امکانات برات میگذاره، میگه توی که میخوای پولدار شوی تا دلت بخوای پولدار شو. ترامپ گفتی چیه؟ کاپیتالیسته. مثل مشتبه که کاپیتالیسته. کلا همون کاپیتالیست کسی که پول زیاد بیشتر دوست داره. فلسفه زندگیش پول ثروته دیگه. از اون خاطر من فکر میکنم و با توجه به دوره قبلیش که رئیس جمهور آمریکا بود، تاثیرات خوبی داخل بازار کار آمریکا گذاشته بود، در تورم آمریکا و کلا اقتصاد آمریکا، بورس آمریکا، فکر میکنم در دوره قبلی ترامپ بهترین دوره خود داشت دیگه. دلیلش هم این بود که ترامپ یک کسی که میخواد اقتصاد رشد کنه، بیشتر در فکر اقتصاد تا که در فکر سیاست و چیه خبره یا که چیزا کار دنبال جنگ و فتنه و چیزا اینا زیاد نیست. به خاطر من فکر می‌کنم ترامپ در کل نه تنها که برای بازار کریپتو خوب است، برای کل دنیا خوب است از نگاه اقتصادی و فعلا تا جای هم نظر بدین. دقت کردین تا یعنی اولین سوال بود که تا جای هم نظر بدین. بقیه‌اش همش مقابل هم بدین. نه باید یک تفاوت وجود داشته. آره یک سری چیزا رو با هم خوبه. خب یک تقریبا یک چیز مشترک است دیگه. یک واقعیت که ترامپ همچین شخصی هست. ما داشتیم کم کم نگران بشیم میشه زدنک رو نه زدنکش ماندن رسید. با خدا کم من داره که دم دیگه بپره. بریم سوال بعد. بله. چرا ترید و سرمایه‌گذارهای ایرانی و افغانی در مقابل خارجی ها خیلی ضعیفه؟ جوابش خیلی ساده است. معلومات اشتباه، معلومات نادرست و معلومات پراکنده. در جامعه فارسی خیلی کم جایی تو میتونی بالاخره او کسی که میخواد تریدر شود معلومات درست در مورد ترید دریافت کند و سالم باشه و کامل باشه. نقص و ایراد خیلی زیاد وجود داره. من فکر میکنم این دلیل اصلی ضعیفی تریدرها و سرمایه‌گذاران علم کمه دیگه، دانش علمش کم نیست، شاید کم باشه، بیشتر پراکنده است و نادرسته. به نظر اسما گویس درسته مشاهد جان، ولی خب بیشتر وضعیت اقتصادی هم که باید داشتین. نه اینجا بحثی بود که ضعیفه که چرا مثلا عمل کردشان ضعیفه. درسته گوی درسته، ولی من خواهم یکم بیشتر درش صحبت کنم. منظور از ما وضعیت اقتصادیه که اگه تو بخوای اروپا تریدره یا که معامله‌گر اروپا با کشورهای از مثلا چیز کنی مقایسه کنی، فرق از نظر از وضعیت اقتصادی فرق خیلی زیادی داره. بعد این که از نظر تکنولوژی واقعا زمین تا آسمان فرق داره. درسته الان مثلا در کشور خود از ما ممکنه که بلاکچین های مختلف اصلا نباشن یا که چنین صرافی نباشه که مثلا بتونه که یک آدم عادی بتونه دوست چی کنه، ترید کنه یا که سرمایه گذاری کنه یا که ارز بخره. فهمیدین؟ چنین چیزی به نظرم تکنولوژی و وضعیت اقتصادی خیلی تاثیر زیاد ازی داره. بعد دوباره دانش به قول تو مشابه میتونه تاثیر زیاد حتی داشته باشه. امونایی که در اروپا زندگی میکنن، من کاملا این موضوع در نظر داشتم و دارم، حتی همین هموطنان خود ما و ایرانی که داخل اروپا در آمریکا زندگی میکنه که اینجا هیچ کمبودی وجود نداره، بازم عملکردشان خیلی ضعیفه. ناگفتن اما نه پس نمیشه دلیل آورد فقط این که اونایی که در اوکی 100% که تاثیر داره، اما وقتی یک نفر وارد معامله میشه چی تاثیری داره؟ تو هم تریدینگ ویو در دست داری، اون هم داره دیگه. اما معامله که تو باز میکنی اون هم باز میکنه. آره خب ولی مثلا منظورم که میگیم شاید مثلا امکانات کمتر از این باشه که اون مقدار سهامی رو که ما و تو اینجا داخل اروپا میتونیم خرید کنیم اونا نمیتونن خرید کنن. اون مقدار ارزهای دیجیتالی رو که ما و تو میتونیم خرید کنیم اونا نتونن خرید کنن. ولی میتونن بیت کوین خرید کنن، میتونن ارز دیجیتال خرید کنن، میتونن بیت کوین ترید کنن، میتونن ابزارهای تحلیل تکنیکال یا دیگه ابزارها برای تحلیل کردن در دسترس داشته باشن. آره گبی درسته، ولی خب مثلا یکی که رسمی یا که ترادخون بین ترادخون سرمایه گذاری توی جامعه نسل از ما یعنی که خیلی کمه، به خاطر از این که توی جامعه نسل جدید توی
جامعه بیشتر توی مثلا وقتی که اکثریت که اروپا آمدن بیشتر دغدغه‌های زندگی خیلی زیادی دارن. یکی بعد دوباره ای که آگاهی نسبت به بازارهای مالی هم خیلیشون ندارن. بعد میتونه اینا رو دلایل خوبی برای که چرا مثلا اینا وارد بازار نمیشن، یا ای که نیستن، یا ای که مثلا سرمایه‌گذاری نداشته باشن. به نظر از میریم سوال بعدی. چگونه افراد جدید در بازار سعودی نتیجه و یا سود خوب بگیرن؟ با یک برنامه پیش برن، با یک پلان پیش برن. من فکر میکنم هیچ چیز خوبی در دنیا بدون برنامه دست یافتنی نیست. هیچ چیز خوب، میتونه باشگاه باشن، میتونه بیزنس باشن. منظورت هدف دیگه، هدف یعنی که همین سرمایه گذاری که انجام میدی با یک برنامه پیش بری، با یک پلان پیش بری. کاری که سر به خود انجام بده نتیجهش هم دیگه یک چیزی مثل سر به خود میشه. برنامه داشته باشی، چرا وارد مارکت شدی، چه مقدار پول میخوای وارد مارکت کنی، چه مقدار پول میتوانی وارد مارکت کنی، چه مدتی میتونی پول داخل مارکت بخوابانی و یک تایم مشخص از زندگی تو باید بگذاری روی مارکت. نمیشه که هر وقت دلت خواست بیای داخل مارکت نخواست. حوصله داشتی بیای، یا که مثلا عمادی سود کردی اوکی باشی، یا سود نکردی. این مشکل اصلی، یک از مشکلات اصلی تریدرها و سرمایه بخصوص سرمایه‌گذاران همین است که زمان مارکت داغ است، هیجان، دوپامین بالاه، ولی زمانی که مارکت خراب شد شکایت و نالهشان بالا میشه. پلن داشته باشن، طبق پلن پیش برن. میریم سوال بعدی. سوال بعدی، افرادی که مثلا این سوال 100% سوال خیلی شما، افراد جدید که نیاز به کمک و مشورت دارن، مخصوصا در بازار سعودی الان و با انتخاباتی که انجام شده، به کجا رو بیارن و از کجا کمک بگیرن؟ کدومشون دوستان جواب زودتر بدین؟ حالا من جواب میدم. به نظر از ما بهترین روشیه که کتابای مختلف بخونن، بعد دوباره کانالای مختلفی رو نگاه کنن، بعد دوباره دنبال چیزی باشن که دنبال دانشی باشن که بتونن کاری که میخواین یا هدفی دارن انجام برسن. بعد دوباره پکیج های مختلف توی یوتیوب و پادکست و کانال های مختلف هست و ای که مثلا پکیج درست انتخاب کنین این مهمه که خود مجتبی جان دیگه الان توی بازار به اندازه کافی بوده. بعد دوباره دیگه تمام اطلاعات میتونین در خود از زبان خودش بشنوین. به نظر من راحت تره. نظر چیه مجتبی جان؟ اول تشکر از نظرت. دوم، در هر کاری ما حداقل همون قمی که امین جان گفت معلومات ابتدایی نیاز داریم. فرق نمیکنه حتی اگر زمان ما اروپا آمدیم یک قاچاقبر بود ما را آورد، حداقل کسی که راه را برای ما نشان، یک راهنما نیاز داریم. در این رابطه من یک مثال خیلی خوب دارم. این مثال من تقریبا 4 سال پیش دقیق یادم نمیاد کجا شنیدم. میگفت یک صحرا بودم و این صحرا خشک خوشزار بود، هیچ کس در این صحرا نمیرفتن. بعد از مدت خیلی طولانی باران میآید. بعد باران صحرا گلستان میشه و تمام مردم منطقه تمام مردمی که نزدیک و صحرا زندگی میکردن همه ریختن در صحرا. اینجا چی جایی لوکسی بودن، ما از دنیا بی خبر بودیم. خلاصه این که در آخر مردم به این نتیجه میرسن که داخل صحرا همه چی بوده. بعدی که باران میاد داخل در اون صحرا درخت بالاخره رشد میکنه، علف، جواری، گندم و همه چی. حالا این که چقدر حقیقت داره نه یک همچین چیزی بوده. مردم متوجه میشن که در اون صحرا همه چی بوده، تنها یک باران نبوده. من فکر میکنم در زندگی ما آدم ها ما خیلی وقتا نیاز به یک همچین بارانی داریم. یک باران بیه خیلی تغییرات بزرگ در زندگی ما میاد. من در استوری اینستاگرام من راجع به صحبت کردم. یک شب ساعت 11 شب بود، من از کار آمدم خانه. همون زمانا در جستجوی یاد گرفتن کار آنلاینم بودم. سرمایه‌گذاری رو تا حد شروع کرده بودم اما تا هنوز جدی نگرفته بودم. تا اینکه در اینستاگرام استوری یک دختر خانم سعودی رو دیدم که او یک استوری تبلیغاتی بود برای کسی که میخواست کار آنلاین کلا ترید سرمایه‌گذاری تبدیل به شغل تمام وقت کنه.
من رفتم داخل وبسایتش، دقیق یادم نمیاد قیمت کورس چند بود، 1800 کرون، $180 همچین چیزایی بود. من دیگه اصلا یعنی برای 1 ثانیه صبر نکردم، در جا کورسی رو خریدم چون دنبال همچین کورسی بودم و اونجا من یک کسی رو پیدا کردم که زبانش هم میفهمیدم. قبلا دیده بودم انگلیسی زبانا بود، زبانهای دیگه، ولی خب اون زمان انگلیسی من ضعیف بود. من کی رو دیدم در جا کورسش خریدم و یک وبینار 1 ساعت 45 دقیقه‌ای بود کورسش، یا همین 1800 کرونی که من دادم برای یک وبینار 1 ساعت و 45 دقیقه بود. خودش یعنی من صحبت میکرد یا تو گوش میکردی سر زبان؟ خودش صحبت میکرد، خیلی چیزا رو به صورت عملی نشان میداد، توضیح میداد و این وبینار اونقدر برای من کمک کرد، اونقدر برای من کمک کرد که الانی که من در جایگاه هستم میگم اگر من برگردم 4 سال قبل و میفهمیدم که این وبینار چی تاثیر روی زندگی من داره، همون زمان من 100,000 کرون برای همون وبینار میدادم. خلاصه اینکه ما نیاز به معلومات داریم در هر کاری و یک معلومات کوچک یک جایی میتونه واقعا زندگی ما رو تغییر بده و مهمه که معلومات درست باشه. معلومات درست باشه، یک راه برای ما فقط نشان بده، مثل قاچاقبر شود دیگه. گفتم کسی بخواد چیزی در مورد سرمایه گذاری یاد بگیره، در مورد درس‌های دیجیتال یاد بگیره، من بیشتر از 5 سال داخل مارکت هستم، اپلیکیشن دارم، داخل اپلیکیشن تمام چیزایی که من یاد دارم یاد گرفتم و در اختیار مردم گذاشتم. بله در مقابلش پولی میگیرم چون من زحمت کشیدم، وقت گذاشتم، هزینه کردم و بازم زحمت میکشم و چیز مفت ارزش نداره متاسفانه. دقیقاً چیز مفت واقعا ارزش نداره دیگه. آره نام اپلیکیشن هم دقیقاً نام خودم مشتبه کپیتال است، میتونن از گوگل پلی اپ استور دانلود کنن. داخل اپلیکیشن هر نوع معلومات، راهنمایی، آموزشی که نیاز دارن و اینجا چند لحظه پیش امین جان گفتن کتاب بخونن. بستگی داره که هدف از کسب معلوماتی و شخصی که وارد مارکت شده چی است. مثلا داخل بازار ارزی دیجیتال تو بیشتر از کتاب به آموزش عملی نیاز داری. نفر یاد نداره چگونه داخل صرافی کیف پول بسازه، این که در یک کتاب نیست. نفر یاد نداره چگونه بره آنچین کار کنه، چگونه فاندامنتال کار کنه. این نیاز به یک آموزش عملی داره که تمام آموزش‌ها داخل اپلیکیشن ما هست. دقیقاً من خودم وقتی شروع کردم وبسایت‌های زیادی بود، البته یوتیوب کانال‌های زیادی بود. بعد خب سراغ از ما رفتم یعنی بعد دیدم که چیز عملی نیست، چیز عملی نیست که برای تو راه نشان بده. خیلی از زبانی یا نوشتاری هم. دقیقاً. بعد دوباره این کانال یوتیوب‌های مختلف که هست میگه ایره بخر پرواز، ایره بخر، اینا همش مزخرفه ولی خرافات. بعد دوباره تصمیم گرفتم آلفا مایند یکی از بهترین مؤسسات برای تحلیل تکنیکال اینا توی انگلیس و 28,000 کرون در وقتا چیز کردم، کورسش خریدم که اونم نقش قاچاقبر داشت دیگه. نه اتفاقا بعد اون دقیقاً پادکست گوش میدادم. خب یک دفعه پادکست آلفا مایند اومد، بعد گوش داد چیز خوب میگه، ولی تمام چیزش در انگلیسی هم خیلی قشنگ. هر کی خواسته برن چیکار نگاه کنه، خودت هم مشتاق جان اگه نگاه کنه اینا خیلی عالیه، خیلی به درد میخوره. نه کورس خیلی من که فرض مثال الان بعضی آموزش ها دارم، من بعضی وقت کورس خرید میکنم بیشتر بر اساس تجربه خود تو آموزش‌ها رو جارمونی درسته. یعنی کورس خریدن اشتباه نیست ولی کورس درست خریدن اشتباه خریدن اشتباه. این که چه کورسی رو بخری این مهمه. این که ببین تو میری مثلا بعضیا برای کورس $100 میدی، بعد ببین که اون $100 چی معلومات میتونه برات بده. ولی گفتم کورس خریدن مشکل نیست و باید هم کورس بخریم. وارن بافت میگه منتور بگیرید، منتور برای 1 ماه نگیرید، منتور برای 1 دهه بگیرید. منتور داشته باشید. تمام آدمای موفق منتور داره. ایلون ماسک چندین تا منتور داره که میای برای ایلون ماسک میگه ایلون ماسک یعنی کاری کرده اشتباه، یعنی کارا رو انجام بده، چون ایلون ماسک اصلا وقتی رو نداره که تمرکز کنه کدام کار درست است کدام کار اشتباه است. او یک آدمیه که مثل ماشین تولید میکنه، کار میکنه. پس در هر حالت من فکر میکنم ما نیاز به کورس داریم. فرق نمیکنه که نیاز داریم. من خودم حداقل یعنی راحت میتونم بگم که در ماهیانه نه مجموعاً اگه بگم ماهی 4 تا 5 هزار ماه میگم سال 4 تا 5 هزار دلار هزینه آموزش میکنم. 40-50 هزار کرون راحت. حالا این آموزش‌ها لازم نیست حتما در مورد سرمایه‌گذاری باشه. راجع به مثلا رشد فردی است، راجع به روانشناسی است، مارکت است، اقتصادی است،
و خیلی موضوعات دیگه. آشپزی هم هست سالشه. آشپز اونجا اون هفته چند هفته پیش نهایت برای مقابله یاد داد دیگه. یاد گرفتی علی؟ آره نه واقعا باید هیچ دانش یک چیزیه خب هیچ وقت کامل نمیشه، هیچ وقت کامل نمیشه. زگهواره تا گور دانش هر چی بخوانی خب هر چی بخوانی بازم کمه. یعنی که 100% الان مثلا ما 6 سال دارو کتاب میخوانم، خود دیدی کتاب من بعد پی دی اف دیگه بعد حس منو هیچ بلد نیستم واقعا. بعض وقتا حس منو هیچ بلد نیستم. یک از خوبیای ترید و سرمایه‌گذاری است که انتها نداره. دقیقاً انتها نداره. تو واقعاً. هر چی یاد بگیری بازم چیزی برای یاد چیز گرفتن برای یاد گرفتن هست. وجود. یک گوشه یک چیزی بالاخره کم هست. میدونی در چی خنده میگرفتن؟ دو تا مهندس داره بس نه کارگر داره گوش میدن. همچین نقش داره. ما اصلا نمیدونم راجع چی صحبت می‌کنید. خیلی یه خورده سخت خوبه پایین گیج کردیم. گوش بده دیگه ما الان توضیح میدیم برای دیگه. نه در کل میگم خب مشتاق جانم راست گفت. باید منتور داشته باشه. باید نگاه کن چه در سرمایه گذاری به نظر مشتاق چه در معامله‌گری روزانه تو باید هزینه کنی که یک چیز را یاد بگیری. یعنی اینا مثلا وقت وارد بازار میشی مثلا ریسک اینا در نظر میگیری، اینا با ریسک و ریوارد مثلا خاصی وارد میشی اینا تو او ریسک به عنوان از این فرض نکن که تو در پول از دست میدی، پولت از بین میره. فهمیدی؟ تو یک هزینه میدی بابت از اون هزینه چی می‌کنی؟ آره کل چیز در زندگی سرمایه گذاریه. مثلا تو عروسی میکنی، عروسی کردن تو یک نوع سرمایه گذاریه، یک معامله هم به نفع تو است هم به نفع خانومت است و قراره تو از این سرمایه گذاری بهره ببری، رشد کنی. مثلا میری باشگاه یک سرمایه گذاریه. اوکی من مثلا ماهیانه 500 کرون $50 برای ممبرشیپ میدم، اینقدر برای غذا، ولی یک نوع سرمایه گذاریه. برای دیگه قسمت های زندگی من کمک میکنه که رشد کنم. همه چی در زندگی سرمایه گذاریه و سرمایه گذاری خودم درست انجام بیشتر به جایی که روی چیزای مختلف سرمایه گذاری کنی روی خودت اول سرمایه گذاری کنی. آره این مهمه. فهمیدی؟ با ما باید صحبت کنم، من بذاری صحبت کنم. نه خب بس دیگه سمت بیشتر روی خودت سرمایه گذاری کنی. درستم شما آره نطاق توی دیگه حالا تو برنامه رو هدایت میکنی. گفته رئید خدا وکیلی دمتون گرم. دمشون بگم یه دست بزنید بنده بر از ولی خب به نظر از ما بیشتر روی خودت سرمایه گذاری که مثلا ببین در چه زمینی هدف داری، در چه هدف داری، بعد در اون زمینه مثلا دانش گسترش بدی، روانشناسی، نمیدونم تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، در چه چیزی تو ببین کم داری یا که دانشت کمه در اون زمینه گسترش. قبل از اینکه از بحث خارج شدیم گفتی یک زنی دید کمک کرد که الان مشتبه کپیتال شد. مشتبه کپیتال ها او زن دید کدام چیز فروخت، حالا بین بحث بود ها. آره یک وبینار بود که او زن خیلی دید لطف کرده بود. اگه او زن امروز دیدی در حق چیکار کنی؟ نه تشکری میکنم. ها چی رقمی تشکری؟ اونگه تشکری زبانی. خب چیکار کنم؟ پول برش بدم؟ نه کلا یک سوال برام پیش اومد. او هم تقاضایی نداره خب که بگه اوکی او کورس ما چقدر برات کمک کرده من تشکری میکنم. یعنی بی تفاوت از کنارش رد نمیشی، حتما ماری یک تشکری منی. یک مدت منتور من بود و خانم الان در مالاگا اسپانیا زندگی میکنه. سوئدیه، استکهلم بودک. 2022 فکر کنم کوچ کرد رفت مالاگا اسپانیا. اینستاگرامش داشتم یک مدتی ولی دیگه بعدش چون اون محتوایی میگذاشت که به درد من نمیخورد من اینستاگرامشون فالو کردم، تا اون مرا فالو داشتن دیگه. یا ببینم تشکری میکنم، واقعا از دل جان تشکری میکنم. ببین شاید همون وبینار او خانم به اون اندازه‌ای که برای من کمک کرد برای همه کمک نکرده باشه. توی که میری یک آموزش خرید میکنی باید واقعا تمرکز تو بگذاری که دنبال چی هستی. از یک همین ویدیویی که الان ما در یوتیوب آپلود میکنیم، یک همین کسایی که ویدیو رو میبینن شاید یک دانه اینا بتونه فرض مثال از همین پادکست کمک خیلی زیاد بگیره. مرد دعا کنیم خیلی زیاد.
بعضیا مثلا میبینن بیخیالش میشه، آفرین. دیگه دنبالش نمیشه. بعضی هم چند تا فوش میده. خب او فوش اینا هست. منظورم اینه که میگه علم قدرت نیست، یا علم زمان قدرتمند است که تو از علم استفاده کنی. تو که اینجا پر باشی و نتونی استفاده کنی بی فایده. دیگه آموزش هم همین است. تو وقتی یک آموزشی میبینی از او استفاده نکنی مثلا نخری بهتره. خب یکی آموزش، یکی که اگه خودت نخوایی هیچ کسی دیگه اگه که نمیدونم توبه اعوذ بالله خدا باشه نمیتونه که تو رو تریدر کنه یا مثلا سرمایه گذار یا هر چیزی، فهمیدی؟ هیچ کسی نمیتونه تو رو، حتی مثلا اگه که بهترین کورس با بالاترین قیمت با بهترین منتور داشته باشی، وقتی خودت نخوای هیچ وقت نمیتونی. من خودم شخصا تو واقعا خودت خواستی، من خودم خواستی که اون چیزی که برایم داد یا او معلوماتی که من از او وبینار کسب کردم ازش استفاده کردم، وگرنه خیلی چیز خاصی داخل او وبینار نبود. یک سری راهنمایی خیلی بیسیک ولی من ازش استفاده کردم. امروز دمی تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب هم واقعا خیلی معلومات‌های مفید وجود داره. اما نفر این ویدیویی که در اکسپلور اینستاگرام میبینه 4 تا بعدش ویدیو یادش نمیاد چی بود. چون ویدیو دیگه نگاه رد میکنه، هر 15 ثانیه ویدیو رد میکنه، اصلا نفر یادش نمیاد که من 5 دقیقه پیش چی دیدم. نه درسته. اگه دقت کنید بیننده شما حواسشون بود در اول پادکست این دوتا یک جوری تو رقابت بودن، یک جوری با هم دیگه مقابل هم، یعنی بر ضد هم یک جوری صحبت میکردن. رقابت مثبت بودن. آره ولی رقابت حالا میگیم مثبت بوده. ولی در آخرش دارن با هم رفیق میشن. یک نکته خوبی قضیه. ما رفیق هستیم بعد بین بحث بعضی وقتا یعنی اختلاف خوبه. دقیقاً بعضی وقتا موافق باشی، بعضی وقتا مخالف. چون که هدف از ما این بود که از همدیگه بیشتر یاد بگیریم، در بیننده ها انتقال بدیم، نه اینکه مثلا هدف منفی داشته باشیم یا اینکه مثلا رقابت منفی یا اینکه همدیگه رو رقیب میدونین. رقیب؟ آره. از چه نگاه؟ یعنی مثلا یک سرمایه‌گذار یک تریدر رقیب خود میدونه از لحاظ پول در آوردن، از لحاظ یا مثلا آره دیگه رقیب یکی از جزء یک ببین همه قابل احترام است، فرق نمیکنه تریدر از سرمایه‌گذار است. راه‌های مختلفی برای پول به دست آوردن وجود داره. انواع مختلف از ترید وجود داره. دی ترید، سوینگ ترید، اسکالپینگ، نمیدونم هزار یک رقم دیگه. سرمایه گذاری در دنیای سرمایه گذاری هم تو میتونی از طریق VC پول به دست یعنی سود کنی، از طریق سرمایه گذاری پیش خرید سود کنی. نه سرمایه گذاری که مثلا ارزهای دیجیتال داخل بازار بورس هم هست. قبل اینکه ارز دیجیتال به صورت عمومی بیاد داخل مارکت، بخش از کوین های خود در پلتفرم های مختلف به صورت پیش فروش میفروشه. استیکینگ هست، آربیتراژ هست، هزار یک راه وجود داره. بازم داریم بالای دیپلم صحبت می‌کنیم. چرا؟ بازم داریم بالای دیپلم صحبت می‌کنیم. منظورت از بالای دیپلم؟ نه منظوری که سخته برای از ما سخته. خب انواع مختلف درآمد داخل بازارهای مالی وجود داره، هم در بخش سرمایه‌گذاری هم در بخش ترید. همه قابل احترام است تا زمانی که نفر سود کنه، نتیجه بگیره، فایده کنه. خلاصه کنیم میتونی با هم رفیق باشین؟ آره چرا که نه. خیلی هم خوبه که یک سرمایه‌گذار تریدر با هم رفیق باشه. یعنی الان شما با هم رفیقین؟ آره. تو مثلا یک دارایی تو از دید یک سرمایه‌گذار میبینم، امین از دید یک تریدر میبینه. اون نظرات خودش هم میگه، من نظرات خودم میگم و در آخر ما این گونه خیلی تصمیم بهترتر میتونیم بگیریم. دقیقاً به خاطر که در واقع سرمایه‌گذاری و کوتاه مدت، میان مدت، طولانی مدت، بعد با معامله‌گری روزانه و اسکالپینگ اینا همه چیز زیر مجموعه سرمایه گذاریه. خب ولی خب یکی کوتاه مدته یکی طولانی مدته و در واقع وقتی توی بازارهای مالی وارد میشی انتظار از این نداشت که تو فردا اگه ترید کنی فردا پول داشتی یا همین امروز
پولدار شدی. ام. فهمیدی؟ ام. در واقع تو پولدار میشی اگه کی دیسیپلین خوبی داشته باشی، استراتژی خوبی داشته باشی، دیسپلین فارسیش یعنی چی؟ یعنی که نظم انضباط خوبی داشته باشی، قانون و مقررات برای خودت داشته باشی، بعد از نظر روانشناسی اینا خیلی قوی باشی و به اندازه در کل سرمایه گذاری اینجوریه که تو توی طولان مدت پولدار میشی، خیلی آروم پولدار میشی، خیلی با اطمینان بالا پولدار میشی. دقیقاً نه ای که مثلا همه امروز راست میگن تریدرها زود پیر میشن؟ نه اتفاقا از استرس بالا یا پیر میشن یا کل میشن. درسته؟ تریدرها بستگی داره خب که مثلا چه بستگی داره مثلا که چقدر از نظر روانشناسی قوی باشه. وایی که از نظر روانشناسی قوی نباشه خیلی سریع تاثیرات فیزیکی روی بدنش میذاره. مثلا خیلی سریع دپرشن میگیره، افسرده میشه. ولی در سرمایه‌گذاری نه، افسردگی نه. 100% توی سرمایه‌گذاری هم هست. ولی استرس مثلا کسی که به اندازه کافی تجربه نداشته باشه استرس خیلی شدید میگیره و استرس باعث میشه که ترید به نوعی مثل کارگری میمونه. تو باید هر روز فرض مثال پای چارت باشی یا هر روز هم نه، فرض مثال هر از گاهی بالاخره مارکت تحلیل کنی، یک معامله رو باز میکنی، یک معامله رو بسته میکنی، باید از اون معامله مدیریت کنی، هم مدیریت زمانی هم مدیریت خود پول. سرمایه گذاری باز تا حدی برعکس تریدن. مهندسیه دیگه. آره تو مثلا میری خانه رو پیدا میکنی، موقعیتش رو بررسی میکنی، خود خانه رو بررسی میکنی، خرید میکنی، یک چکاپ کلی انجام میده، یک نوسازی انجام میده، حالا 1 ماه بعد 2 ماه بعد 6 ماه بعد در قیمت خوب میفروشی دیگه، خیلی زیاد خودت درگیری نمیکنی. ولی هیچ وقت هم مطمئن نیستی که اون سرمایه گذاری که تو مونی از اون نتیجه خوب به دست بیاری. در هیچ حالت مطمئن، در هیچ حالت اطمینان وجود نه در ترید وجود داره نه در سرمایه گذاری، در هیچ کدامش وجود نداره. نام خدا چی بس آقا. دیگه که مثلا تمام چیز که کتاب به نام فریب خورده تصادفی حسن نسیم طالب فول بای رندومنس اگه خوانده باشین، یک جمله گفتی اسم کتاب بود؟ اسم کتاب بود. بعد در کل میگه تمام چی بر اساس تصادفی هم. الان مثلا تصادفی نیست، احتمالات است. تصادفی احتمالات و ای که هیچ وقت مطمئن نیست. نه اصلا قطعیت در داخل اصلا نه در ترید وجود داره نه در. سوال بعد، ثروتمندترین مرد جهان که ایلان ماسک، درسته؟ که قبول دارین دیگه. سرزی جنگ نمونه. در حال حاضر. در حال حاضر. چه تأثیری روی کی میشه؟ تو میشی یا تو میشی؟ شاید. اوکی باش. چرا؟ مگه شاید عوض نشه ثروتمندترین. تا امروز مگه ایلان ماسک بود، فردا شاید یک نفر دیگه بود. کی بود؟ مگه تو بودی. ثروتمندترین مرد جهان ایلان ماسک چه تأثیری روی بازار ارزهای دیجیتال میتونه داشته باشه؟ تاثیر فکر می‌کنم بیشتر تاثیر روی دوج کوین داره، چون تا حدی طرفدار دوج کوین است و بعضی کارهای کوچیک هم برای دوج کوین انجام داده. مثلا تو بعضی از محصولات دوج کوین هم میتونی، بعضی از محصولات تسلا رو میتونی با دوج کوین خرید کنی. آره و شایعه هم هست که احتمال پرداخت روی توییتر سابق یا اکس فعلی با دوج کوین راه اندازی خواهد شد. این تاثیر اول ایلون ماسک روی بازار ارزهای دیجیتال است. تاثیر دومش تسلا در حال حاضر بالای $700 میلیون بیت کوین داره و تاثیر سومش احتمالش وجود داره که تسلا دوباره در فروش خودروهای تسلا از بیت کوین پذیرایی کنه. در 2021 همین کار انجام داد، باعث انفجار بیت کوین شد ولی خیلی زود پس دوباره کنسل کرد. چرا کنسل کرد؟ به خاطر ایلون ماسک دلایل دیگری وجود داشت، به خاطر قانونگذاری آمریکا بود 100% تحت فشار. ولی میگن ایلون ماسک خیلی با بازار بازی مونه، درسته؟ آره قدرتی که داره از قدرت خود استفاده میکنه و در آخر قدرت داره. همین دوج کوین مگه مسخره نکرد یک بار؟ خوب قسم سمسه ریخت. مسخره نکرد، این قانون سرمایه گذاریه که مکس مردم درگیر تمامشن دیگه، فقط میان خرید میکنن. باید من که قبلا خریده بودم تا خرید سود هستم، من سود من میکشم.
خب اونجا روی دوج کوین بیشترین سرمایه گذارش کی بود؟ ایلون ماسک بود. چند تا افراد مثل ایلون ماسک که اونا از پایین خالی کرد ریخت. دیگه کسی اصلا جرئت نکرد بیاد سمت دوج کوین. نه آمد گفت دوج کوین چیه؟ یک مسابقه قرار بود. نه همچین چیزی نگفتم. به نظر از ما تریدرها همیشه صبرشون بیشتر از این چیز، از این سرمایه. دوستان جنگ شروع چه دلیل؟ به دلیل از این که ما همیشه صبر مونیم که او استراتژی که داریم در او ناحیه‌ای که میخوایم واردشیم در اونجا صبر مونیم که در اون ناحیه برسه بعد وارد میشیم. ولی شما سرمایه گذار اوکی فاندامنتال میخوانین بعد دوباره میگین همه الان وارد میشه. ممکنه مثلا در تاپ باشه با کله یک دفعه بریزه. خب ولی چون شما سرمایه گذار طولانی مدتین برای شما زیاد تاثیر نداره. خب این چیزی که تو گفتی بیشتر برای آدمای مبتدی صدق میکنه. مثلا مبتدی ها معمولا سر به خود وارد مارکت میشه، سر به خود خرید میکنه. اونجا نگاه نکنیم. من چرخه مارکت در نظر نمیگیره که ما فعلا در کجای چرخه مارکت هستیم. بعد تو گفتی ما تریدرها صبر بیشتر داریم. خب الان توی از دید خودت میگی یا کلی میگی؟ به نظر من که از دید خود میگم. خود نه دیگه. خب آره اگه خود بگیم که تعریفای زیادی هم در مورد ترید وجود داره، هم در مورد سرمایه گذاری. ولی را میدانی که در آمریکا بررسی کردن آمار کسانی که توسط کازینو چیه؟ قمار توسط قمار پیشرفت کردن یا سود کردن بیشتر از تریدرها یعنی بودن. که تو میگی الان ترید یعنی یک نوع قماره؟ قمار نیست، کسی که یاد نداره به شکل قمار ازش استفاده میکنه دیگه. خب ترید و سرمایه گذاری هر دو خوبی و بدی های خود داره. بستگی داره که او شخص خودش چقدر جا اندازه داخل مارکت، وقت میگذاره روی خودش، روی آموزش، روی سبک زندگیش، روی نظم و خیلی چیزهای دیگری دیگه. ما همه با هم دوستیم. شما اینجوری فکر نکنید. اینجا برنامه رو به پایان میرسونیم. تشکر خاص میکنیم از مجتبی جان، امین جان که وقت خود گذاشتن، به سوالای ما جواب دادن، سرش رو به درد آوردیم. کسایی که ترید دوست دارید، آقا امین آیدیش ریزر تگ مونم برین سمتش. کسایی که سرمایه گذار و مجتبی جان ایزیر تگ مونم برین به سمتش. شما هم که تازه اومدین سمت خودت برای چی بیا؟ سمت خود نه، شمایی که دنبال اشغالت. آره این هم مهم بود. بیاین دنبال من. اشغال بیاین دنبال من. واقعا کانال آموزشی رو من خیلی وقت دنبال منو، اینا محتوای خیلی خوبی داره. بعد کانال تو هم که 100% اصلا غیر ممکنه. و واقعا محتوای کانال از این بعد خانوادگی دنبال کنید. آره باز تشکر از اینکه افتخار داده ما در این با شما صحبت کنم. تشکر از خودتان، تشکر از بینندگان عزیز. تشکر از شما. نه برنامه جالب بود. فکر کنم کم طولانی شد ولی بحث‌های جالب بود. شما که تازه آمدین دوباره دیتون خوش آمد میگم. یادتون نره کانال سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو چیکار کنید؟ زنگولهش نفرشی زنگوله رو چیکار کنید؟ زنگوله را دوستا تا ویدیوی بعد یا حق. خداوند نگهدار بچه‌ها.